سلام رفقا، چطورین؟ اسمم هوتنه و امروز قراره با هم دیگه بریم سراغ یه بورد گیم یا کارد گیم به اسم شیر مرغ که ما اینو تو کافه گرفتیم و خیلی یهویی شد توسط اصرارهای متعدد آقای افشین که چنلش رو اینجا میذارم براتون. این ویدیو خیلی یهویی شد و خواستم اینم اضافه کنم که شرمنده اگه کادر مشکل داره، صدای سری جاها از سینک بودن در میاد، انگار دوتایی میشه. خلاصه خیلی ازتون همین الان عذر میخوام. بهترین حالتی که تونستم تو ادیت درش بیارم همین بود دیگه، نمیدونم چرا بهتر از این نمیشد. امیدوارم که بپسندید مون اولین ویدیو و خودم اونقدر روش حقیقتا گیر نمیدم. در کل لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید و این ویدیو رو هم برای دوستاتون بفرستین که اونا هم با من آشنا بشن، چنل بره بالاتر، ان شاءالله کانتنت های خفنی سعی میکنم براتون رکورد کنم. در کل اگه دوست داشتین حتما برام بنویسین تو کامنت ها. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. دوستان بازی به این صورته که دو تا طرح داره این کارتا. خب یه دونه سبد کالا، یه دونه شیر و مرغشه. خب مرغ و شیرش، مرغ و جای ارائه ده ادامه نده. اسم بازی چیه؟ شیر و مرغ. خب شروع میکنیم. هر کسی یه کاراکتر داره، ران شروع میشه. نفر اول مثلا کسرا، کاراکترش شروع میشه سوپر استاره. به هر کسی هم 6 تا کارت آیتم داده میشه، لوله. بعد اینا رو مثلا 2 تا کارت رو به هم نسبت بدیم و به آقای سوپر استار بفروشیم. چجوری فروشش؟ مثلا میگه من به شما یک عشق قلقلی میدم، عاشق مثلا موسیقی و کارهای قلقلی بازی و این چیزا میشی. حالا مثلا با دلیلی که آوردم، با علتی که آوردم، میتونه این کارت رو به من بده و اینا رو بگیره. این کارت میشه امتیاز من. یه دونه الان من دارم، از من امتیازم یکه. این کارت هم راندامونه دیگه. این کارت تموم شه بازی تمومه و طبق اندازه‌ای که اون نفر گرفته برنده معلوم میشه. به همین راحتی. 1 2 3 4 5 6 مور زدی؟ کاراکتر کسرا قراره چی باشه؟ بچه من گدام. کسرا گدا. همه چی میشه چیکارش همه چی میشه بهش مثلا چیزای پولی، اینجور ثروت، اینجور چیزای بده. خوش کردم. آقا نوبت منه ارائه بدم. بفهم. ببین چه جنسی از ته بازار واسه پیدا کردم داداشم. هیچی ندارتش. یه دونه گرفتم واسه خودت که گدایی. ببخشید. ببین ایمان و عمل صالحش رو از دست میده نسبت به خدا. من به شما یه جلیقه ایمان میدم. این جلیقه رو تنت میکنی و ایمان میاری و میری سر کارت پول در بیاری. تو ایمان میاری. آره کرد. خواستار زیاد داشته. به 2 میلیارد داشته من ندادم. فقط واسه تو دادش. من برم یه دور تا که 2 میلیارد رو قبول نکردم. نه فقط. خب شما موقعی که گدا بودی، خب هنوزم گدا. دیگه هنوزم دیگه گدا. داره رشد میکنه، داره در میاد. بازاریابی. شما کجا میخوابیدی؟ رو زمین دیگه، درسته؟ تو کارتون. خب نه یعنی جای خوبی نبود. آره. حالا واسه این کارت یه آیتم خیلی خوب برای خوابش. خود میدونی دیگه بهترین جا برای خواب چیه؟ فقط یه مشکلی داره. بغل مادر. این یه جوری داره نگاه میکنه. خب فقط یه مشکلی که این داره چیه؟ دور و برش ریش داره این تخت ریشو میخواد بده. بعد تو ایمان به ولی خدا دورش ریش داره و پشت کار به روش اوکی نرمه. سر کار رفتن رو میخوای رد کنی که فقط بتونی روی تخت ریشو بخوابی. اینا رو برو ایمان داشته باش، برو کار کن. اینا رو ول کن. جلیقه ایمان میخوای چیکار؟ به من بچسب. تخت میخوای چیکار؟ کلید صندوق بگیر. صندوقچه توش پول صدا داشت. خودت میدونی دیگه صندوق مگه خالی میشه؟ خب این ممکنه صندوق. این ممکنه خوب باشه، من به شما بد زدم. اولین اصلا تخفیف میدم. من خود تخفیفم. آقا بذار من یه چیزی بهت بگم. من اینو بهت میدم، میگم دورش فقط اگه بخری حتی روش کجاست؟ ریشه دیگه. آره. اگه بخری واسه ولنتاین هم تخفیف میگیری. ببین بذار اینو بهت بگم. داشت تو سینگلی گدایی ولنتاین میخواد چیکار؟ این تختی اینو بخری دیگه گدا نیستی.
گدونیست دنبال تقصیر چرا بگرده پس؟ من فکرشو کردم خودم. آقا یه دقیقه صبر کن. فکرشو کرد. من اینو بگم. ببین این تخته رو من بهت دیدم این تضمینیه. این معلوم نیست تو چی باشه. اینم معلوم نیست کار خوبی گیرت بیاد یا نه. ولی این تضمینی رو داری. خودشو داری. اصلا بگو صندوقچه خالی. ببین به خدا صندوقچه تکیه خودش کنی هم خدا باهاته. خود صندوقچه نمیگم. تو اصلا بگو صندوقچه خالی. خود صندوق چقدر میاد؟ راست میگه. اصلا خود صندوقچه پوله. ببین 50 چی برسه توش؟ خب این 100%. بچه‌ها من خودم ریش دارم. از این تخته ریش خیلی مثلا چیزا میکنه. خودش آدم با ایمانه. نه ندارم. ببین این گفتم ایمان داشته باشی ریش هم در میاره. ببین آقا من اینو الان می‌خرم. داری. دست بده آقا بازار باشه. ضرر بازار باشه. کرد. آقا کارتاتونو بدید. اونا که رو کردید. این میره تو کارت سوخته ها. من الان یه امتیاز دارم. اینو تو نگه دار. همه دو کارت سوزوندیم، دو کارت اینجا برام. نفر بعدی منم. من بهتون گفتم این ست من برام نگاه کن. ای سلطان اینجا لگت بفهم گفتم وایسا بذار پیدا کنم کارتو واسه یه حامله چی الان فهمیدم این حتما برداره. وای حاجی واسه من آقا من بگم. چرا این برده؟ آقا بذار من بگم. آقا یه سوال دارم، مرغا مگه تخم نیست به اینجا بلش. دارک وای وقتی اسم بازی شیر مرغه شیر و مرغ از شیر و مرغ تا به جون نظر آدم سوال شده توش توش بدید. بدید. شما حامله ای بس دارم کامنت بیار آشم میکنی یا نه؟ بری بزنی بری کندومان و فلان. آره من واسه آش سهرامیز آوردم. خب خب سهرانیش کجاست؟ سهرامیزش این بچه تو باهوش میکنه. اینم میتونه بچه تو باهوش میکنه. من واسه آینده بچه‌م خیلی نگرانم. بچه تو باهوش میکنه. آشم هست چون ویار داری آش رو میخوری بچه هم باهوش میشه. من خودم خوردم با جنسه شدم. نه این سهرامیزه دیگه. لوبیا توش نداره. اذیتت نمیکنه. خب جون تو بینو میبینم سلام عزیزم اصلا شوهرشی کم دارم فدات شه عزیزم ببین دست میزنی دو ذره شما ها چیزای تخم ذره میکنه. داداش یه ایران بود میشنوید داستان قزوینی که حامله شد. فکر کنم آشو که بزنی حالا درسته مثلا با جاش دارن. آره نفخ دهنه تو سرویس نداره آقا من گفتم حالا آینده بچه‌ش تاثیر تو از کجا میدونی؟ تو از کجا من دارم من واسه مادر خودم گرفتم. اصلا اومدیم و گرفتی آش تازه توش شدی؟ دوستش ندارم آش توش نداره. اصلا آش چیه؟ آتش این اصلا داشت. آقا یه چیزی تو الان خدا نکرده یه اتفاقی برات میفته و اینا خب یا الان مثلا اینجوری نیاز به کمک داری ربات قاز من بهت میدم آره داداشون چرا شما خون الان دور ریده. فکر کنم فقط من درست خب. یه ربات قاره که بهت پناه میده هر جایی بخواه همین امیدم به تو ندار بسوزونم. ببین بالاخره یه پولی واسه بچت باید در بیاری. بله باریکلا. کرده پوشک ببین به تو من بیل میدم خب که بری محصول و بیل کارو چیه؟ کشت کنی خب اگه محصول نداد عصا بگیر بعد بندی چسبیده و رب داشته باشه. بیل و عصا بیل اگر عصا. بیل و بیل و عصا. ع- بیل عصایی مثلا نمی‌تونی. نه بعد یه ایرم توش نه خیلی بهتر بود که این هیچ کدومتون هیچ چیز نگید. ربات قار. همین دو تا آتش برده. سهرامیز آره آتش سهرامیز میتونست برنده شه. آش سهرامیز داره. طریق نجات هستم بنده آقای غریب نجات حالت چطوره نه برادر؟ نه نه یه صدا تو اینجا چیکار می‌کنی؟ برو کمک مردم اینجا چیکار می‌کنی؟ خاطر همین حرکت کنی چیز نه حالا من به تو زن سایه میدم خب من این چون بر وزنشه عمرن گوش بده ببین زایه بر وزن هر غریق نجاتی بالاخره تو آفتاب عرق سوز میشه بالاخره براش بده من زنی به تو میدم خب که همیشه همراته هم میتونه برات بپزه هم بالا سرت نمیذاره نور بهت بخوره و برکت نه دیگه سایه است و آبم نیست بارکالله خب آره الان چی شو داره میکنه برام بفهمون با من بیام. من بله. واسه شنل فوقی دارم.
شنل میخوای چی کار؟ بابا زن داری سویه هم داری چی میخوای؟ تو مثلا رفتی سایه زن بالا سرت چی میخوای؟ آقا تو رفتی لب ساره خب بله یه بچه داره تو میپری میری تو دریا نجات میدی میای بیرون لباس هم نداری سرما میخوری یا نمیخوری این شنل فوریه سریع این پتو میاد رود سرما من دکتر سرنجه شد بود شد گرم شد بابا دقیقا آقا ببین قراره اینو خراب کنی اینا چیه بابا اینا رو همه رو ببین اون سری از ته انبار رو بردم این سری همون لحظه که خریدم خواستم به زنگ بزنم چون به کار خودت میگه بابا خب ببین یه سری میرن تو دریا شنا بلد نیستن نمیدونم واقعا منطقشون شما میدونید طرف شنا بلد نیست میره تو دریا داره غرق میشه خب تو هم رو سکوهای تو فیلم کار مثلا داری نگاه میکنی هیچ چیزی نمیفهمی مثلا اونجا هستش نیستش من به شما یک لباس سفید میدم انا اونایی بکن که میخوام برن تو دریا که اگه خیلی هم دور شدن بتونی از دور ببینیش خب این یه دونه لباس سفیده یه دونه لباس کجاست سالش انباری از لباس سفید ولی این تکذیب میکنه ببین آیم بتمن ولی این شنل فوری اینجا به درد اما سویه یه در مورد بتمن میدونم تو میتونی جفتش باشی تو میتونی سویه از همشون بهتر زن سایه چیه دیگه لباس سفیده که به درد خودت میخوره میدم به اون ایشون رو بنده به خودم کلا میام اشکی پوشم یه کلا رنگی واسه اونه که داره قبل میشه که بتونی از دور ببینی سفید واضحه نوکرت آقا خوشحال سلبریتی شما چی سلبریتی واسه چی سلبریتی شدی که معروف من خوبم غیر از اینه مردم دوستم دارن من به تو آینده با صفا میدم آیندهش واسه تحصیل بود این یه آینده با صفایه که آینده تو تضمین میکنه حالا دارم ببین سلبریتی هم هستی دیگه ببین آینده خودت تو نقاط و آوجدت با صفا میشه این جنس منه داشت شما سلبریتی از شانس بعد میزنی یه سلبریتی میشه اینو و سامان ویلسون همه به زنگ میزنن میگن سامان خودتی میخوان دیسکال من یه خونه تلفن چی داره؟ ما نیستش که آقا ایشون آدم درستی هستن این حرفو نزن ببین ناکن ببین مثل سامان ویلسون ممکنه سری به زنگ بزنن اذیتت کنن اینا یا مثلا یکی میاد زنگ میزنه میگه آی سفید من طرفداراتم مثلا بیا کمکم من به شما سکوت تلفن میدم که هر کی خواست مزاحم بشه اصلا صدا زنگ نکنه آقا من یه چیزی زنگ بزنه چی؟ من یه البته زنم آفرین ببین شوهرت هم این کار زنگ میزنه کجا میری با کی میری اینا ولی من آینده تو با صفا میکنم همه اینا رو از کسی هم مزاحمت نمیشه خب با توجه به این قضایی که پیش اومد ایشون که هیچ به درد نمیخوره چون آدم خیلی خوبی هست چرا من رو میزنی؟ آدم خوبی هستی چون خیانتی نه که نمی‌کنی شما آدم خیانتکاری نیستی دیگه درسته؟ خب پس این به دردت نمیخوره چرا؟ 100% حالا اون هم شاید به درد بخور باشه اون هست اما این چیزی که اینجا هستش جنبه عطر میلیون دلاری هدیه میدن من دارم اومدی اول بگی اومدی نگفتی چه که شما اشغاله ولی ببین اول از همه یه که خسته نباشی میگم به تمام سنتر اینجاهای عزیزم میخوام که امنیت شهر رو میبینن توش یه سر اینجا داشته بودم شما اینجایی بیشتر اوقات من بالا مالا رو میپریم و اون 100% قطعا کارم هم میدم خدای نکرده پاد دیز بخوره یا پاد به اون یکی پاد داری داستان هم میخوری به در دیوار نینجا با میخوری به در دیوار آقا نینجا برای اتفاق صدا نه اتفاق خبر نمیده خیر خفه شد من به شما یه دیوار متکا میدم دیوارا واسه تو متکا میشه بخوری این که ته هیچ چیز نمیشه آفرین هیچ چیز یعنی خودم قلبی میشم به دیوار ضعیف میشه
میشن. نه ببین نه، شما ببین، مثلا اگه آدیس بخوری بخوری به در و دیوار دیگه سنگین نیستن که بخوری نابود شی میخوری بهش آقا خب بعدی بفهم از همین الان یه چیزی که هستش ببین الان تو کارت شما معلومه یه شمشیر شما دارید درسته؟ اصلا کار نه خیلی ستاره هم داره چرا دقت نمی‌کنی نه اونم داره حالا الان شمشیر داره دیگه نه داریم خب من به شما یه شمشیرتون رو آپگرید میکنم شمشیر دردناک بهت میدم من سوال بزنیم مادرش من شمشیر دارم مثلا کار یارو یه باسفایت خیلی قویه آره. با یه شمشیر یه خط رفتاری. این ریز دمیج هم میزنه میره بالا زندگیه آقا منو نگاه کن. آره میخوای به شمشیر دردناک باشی راضی داره دیگه کی گفت داشته گفتم اولا که شما شمشیر داری بعد شمشیر قلقلک دهنده داری شمشیر دردناک برنده است دیگه این که فکر شمشیره که اولا که اصلا رزمی کار که شما باشی شما که اصلا سلطان مایی کارش ای بابا کارش اینه که بخوره در دیوان قوی تر شد درسته یا نه؟ بله همیشه آدم باید زمین بخوری که قوی تر باشه بله. درست یا نه؟ شما الان نخوری زمین دیوار متکا جلو باشه چجوری بخوای قوی شی؟ این شمشیرم که اصلا آقا اون که اصلا من حرفی ندارم اومدیستم تو بازار من ایشون من حرفی ندارم پاش چیز بخوره چیز اش تو قوی باشه آقا، کلت بخوره بسن من به شما خالکوبی سکوت میدم آقا این سی سن یعنی اولا که شما همه جا پوشیده میتونی است با یه خالکوبی کلا سکوتتو رعایت کن خالکوبی سوته ساکت سوته این سوته نیست خب خالکوبی هر کدوم یه دونی نه بابا نه دوستان عزیز خنده بشه موتوری هست خب من بگویم بفرما خب چطوری گیر میزی خب بچه‌ها این صورت هم ماشه شما میخواید بر خودتون یه آینده بسازید خیلی خانواده میخواید تشکیل بدین اما به دخترها شما چی؟ این اطمینان نداری ما اینجا عشق حقیقت رو داریم حالا این حقیقت عشق هر چیزی هستش در ما این فارسیش هم بده شما من کلا آخه میدونی که بعد دیگه میدونی بالاخره Good not speak آره شما میخوای درنده خانواده تشکیل بدیم میخوای مطمئن باشی که اون قانونی که قراره باهاش به سر ببین عشق تو مطمئنی قراره شما بری برای تو برای زندگی موتور عشقمو نمی‌کشونم هیچ دختری نمی‌کشونم آه شما کسب و کار کلا ول الان داریم موتور دارن کار میکنن بابا موتور رو بذار کنار من به توشک‌های قلقلی میدم با فروششون هم میتونی کمردرد خودت خوب کنی این کسب و کار تمیز درست تو گرما و سرما کار می‌کنی بدن درد می‌گیری یا نه؟ تو زمستون می‌تونی خودت استخون استفاده درد کنی می‌گیری یا نه؟ تو استخونات سرما می‌خوری یا نه؟ من نه من به تو برچسب استخوان میدم هر موقع درد داشتی میذاره اونجا که درد میکنه خوب میشی فردا بلند میشی تو اگه فردا ماشین بگیری نمیتونی با پا درد بشینی پشت این بدن سلامته ببین این بدن سلامته من سلامتشو دارم تضمین میکنم آقای هوتن هری چیه نقشه جادوگر آقا شما بالاخره جادوگری نیازی به خواب داری دیگه درسته یه خوابی داشته باشی یه استراحتی من به شما راز خواب رو پیشنهاد میدم با کشف راز خواب دانویس بالاخره خودش جادوگر میدونه میتونی هر وقت و هر جا بتونی بخوابی و به راحتی و آسودگی پاشی یعنی واسه مغز خودت آلارم بذاری شما جادوگر همین ها رو بلدی جادوگر شده که چیشه جادو کنه کارو عجیب غریب اهریمنی و اهریمنی درسته من به تو یه چیزی رو میدارم به قول گفتنی نام آروغ سیاه خیلی اهریمنیه آروغ باشه چون جادوگری دارم میگم خیلی اهریمنیه نظر چیه رو نکنم کارتو بدی نه آقا بزنی
یعنی سیاه همه جا رو میگیره قدرتمند میشه. چه کجا بفهم ببین جادوگر رو از قدیم ایام میسوزونن. من بهت یک باد بازی میدم، هر کی اومد سمتت باده رو بهش پرت کنه، جادوگر ابیلیتیه، طرف در حین دویدن یه بادش بگیره ولت کنه، شاید بره نفت خودش بازی بازی کنه. به اون باشه اونم یه ابیلیتیه، این ابیلیتیش از نشون میدهم خیلی طرف یه دونه گرفت.